سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجعی که هستین جور و سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ تاریخی بسیار زیبا می باشه که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. من دختر هراتم، اصلا من از دیاتم. متاسفانه که در قسمت شعر و کمپوزیشنش که از کی است، یعنی شاعرش و کمپوزیتورش از آهنگ کی است، من هیچ معلومات ندارم. لطفا اگه شما میفهمیدین ما را همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا در فریجن اسکیل یا امو راگ بهروی جور شده که ما را میخوایم که از اف بخونم. اگر ما راگ بهروی را یا فریجن اسکیل از اف بخونیم، اسکیل ما چی رقم شکل داره بر روی پرده های ارمونیه؟ سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. اینمی ملودی هم انتروی آهنگ است و هم انترلود آهنگ است. یعنی انترو و انترلود آهنگ از اینمی اف ماینر کورد شروع میشه و از سا شروع میشه دوستای عزیز. بعد از انترو آهنگ دوباره در اف ماینر کورد استارت میشه و از اینجا آستایی آهنگ شروع میشه. آستایی آهنگ از گه شروع میشه دوستای عزیز. من دختر ایراتم، بله بله، اصلا من از دیاتم، بله بله، چون شاخه نباتم است هراتم است هراتم، چون شاخه نباتم است هراتم است هراتم. شما دیدین که در قسمت همچنان ری شد استفاده شد. شما یک بار دیگه ببینید دوستای عزیز.
چون شاخه نباتم است هراتم است هراتم. نمی آستای آهنگ از دوستای عزیز از اینجا انترلودش کار میشه که امو انترلودش یک رقم است که باز ما باید تکرار میکنم. بعد از انترلود آهنگ دوباره در اف ماینر کورد استاپ میشه و از امینجا انتره شروع میشه. انتره آهنگ همچون از گه شروع میشه. روستا زادم من شاد و آزادم روستا زادم من شاد و آزادم خوش گذرد حیاتم است هراتم است هراتم خوش گذرد حیاتم است هراتم است هراتم. امرای یک انگشت کار میکنم. روستا زادم من شاد و آزادم خوش گذرد حیاتم است هراتم است هراتم. امی تمام آهنگ از دوستای عزیز. امیدوارم که شما با بزرگواریتون کاسیای ویدیو رو لطفاً ببخشین. ریتمی که در استفاده شده دادره می باشه دوستای عزیز، یعنی 6-8 تایم سیگنیچر. میریم و در دادره میدیوم مایره تمرین میکنیم.